بینندگان از شنیدید استودیو و گواهی آن می‌گردید. امروز میدان ناحیه محله‌های ناحیه حدودهای ناحیه با میدان بزرگی کار با میدان بزرگی مهنت تبدیل یافته و در همه حدود مردم کار و مهنت میکنند تا مکان و مسکن و منزل استقامتی خود را آباد کنند، زیرا که آبادی رمز فراوانی، آبادی رمز پیشروی مملکت به حساب می‌رود. و چون حالا دیده استودیو ما از محله قلعه سرکرده تا به محله ملگانام رسیدیم و در همه جا خلق را مشغول مهنت کار بینیم و همه در قطار کارمندان کارگاه‌های مختلف ناحیه کار میکنند، مهنت میکنند و با آبادی مکان و منزل استقامتی خود کمر همت را محکم بستند و پیش از همه و بیش از همه امروز کارمندان اداره برق کار میکنند، چون که امروز سیمچوب‌های دو طرف کوچه که کهنه بودن گرفته شده با جای آنها سیمچوب‌های نو وصل کرده می شود و جای‌های سیمی کهنه را کابل‌های زمانوی گرفته ایستادند. و البته این کار برای منفعت ما، برای منفعت خلق ازبکستان، برای منفعت خلق سوخ کرده می شود، زیرا که در ما منفعت انسان از همه چیز بالا است. ما برای همه آبادی سوخ همه محله ها در آمد آباد قشلاق ها ساز من قلعه ساز مولگان آبشیر راوان بغرزین ما با این پلان مدرنیزاسی و ریکانستروکسی کار کردیم. ما خواهش 4 میلیارد سوم پول جدا میشد برای این. اصلا حاضر ما یک 800 میلیون سوم کار کردم مونده موزار اونا دیسودیت همون قلعه سر کردم من تا حاضر تا چشمه همه های سیمچوب هایی که 1968 سال ساخته بود همش حاضر گرفته پرتافته جوش پس سیمچوب های نو هم زمانوی کابل های سیب کشیده شده. این یکسی نقضش همین که من شمال شدم الکترمون امردگی میشد. این کارات که زمین کنه میگوید قسقه توشتشو ها نمیشد. تو کمو هر یک خونه و نورمال حالتانه 220 میرد. حاضر پیش مثلا یک تا خونه و تو آخرهای محله 190 180 ولت میرفته که باشه حاضر 220 ولت میرفته که میشد. همه اسباب خون زمانوی کار برامسوس همه ناس کار میکند. ما اکن بیغرضی من چشمه محلش نگرفت شدیم. من حاضر سر بزرگچه قوه نصفش کردم ویام تمام میکنم. نمونه خونه ها سوز من لیمبران سوز من تیلان کرد شدیم و هم دین ترانسفورماتور آوردیم. یک تا ترانسفورماتور 76 میلیون است. مثلا اونجا دو تا ترانسفورماتور آوردم اونجا سیمچو هم کابل های نو کردیم. تمام نمیشد. خدا خلاصه هم تا 2000 من بستدیم تا 2021 سال رژیم کردگی همه محله ها میشدین. یک است سکن کسی شده میراد. یکی اورا همه شده نمیراد. خودی سودیتون من چخل با قینه با از او قینه گرفتم اساس این هویا من آورد راه نچخل واساس خدا خواهد همین رایون ما جامعش مثلا من 165 کیلومتر دیگه مونده باشد همش تمام میکنم. ما لینه های همش نام میشد، محله های ناب با ترانسفورماتور بسیار میشد. امسال من 15 تونه ترانسفورماتور میشونم. واسه اینجا واسه من 4 دانش آوردم موجه. من دو تا موزه من آبشیر به یک تا آوردم، من روم به یک تا آوردم، من واسه لیمبر به یک تا آوردم، یک تا آوردم باز سکن آوردم همیشه تمام میکنم. همه ما با دیکور 8 ساعته معمولی یعنی از کارگاه به هنگام راه سوی خانه گرفتن آید یک چیز فکر میکنیم، استراحتی با فراغت گرفتن. استراحتی خوب همدم مهنت میگویند که حق است و راست. ولی امروز آنهایی که در کار آبادسازی ناحیه، در کار آبادکنی حدودهای ناحیه از صدق دل مهنت میکنند هرگز مانده شوی را حس نمیکنند، چون که این همه کارها به منفعت ما، منفعت اهل ناحیه زیبا منظر کرده میشود. تا چند روز است که در ناحیه کار جوش میزند، مهنت به یک مرام معتدل خود در آمده است. خیلی چند روز است که در حدود جماعه شهروندان محله های چشمه، زنگت، چماقچه، مولگان و آبشیر و قلعه مردم ناحیه به کارهای آبادکنی بندند. با توصیه و تشبث حاکم ولایت فرغانه پریروز به ناحیه کارگران و کارمندان اداره‌های گوناگون تشریف آوردند و امروز طریق حشر آنها نیز در کار آبادی سوخت حصه‌گذاری میکنند. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani elektr ta'minot korxonasi xodimlari shu So'x tumaniga obod qishloq dasturi asosida o'z hissamizni qo'shgani tashrif buyurdik. Rahbariyatimiz tomonidan Xudoga shukr, shularga kattakon rahmat. Hamma sharoitlar qilib berishdi. 3 mahal oziq-ovqatimizni, yotoq joylarimizni qilib berishdi. Shu vatanimizni chiroyiga chiroy qo'shib o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Men hamkasblar hammamiz birgalikda. Xuddi shunday. Vatanimiz obod bo'lsa, biz ham xursandmiz. Mana ko'rgan bo'lsalar, mana yuribsizlar.
mana qanday chiroyli mana xonadonlar ko'rsa ko'rgudek. Shunga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Xalqqa qanaqa qabul qilasiz? Bizni xalqimiz juda ham yaxshi qabul qilishdi. Hammasi Qanaqa ta'sir qildi paydo bo'ldi sizga? men bu yerda xalqini bunday ochiq ko'ngil deb o'ylamagandim, to'g'risi. Ilgari tashrif buyurmaganligim uchun Eshitgansiz? eshitganman, lekin mana o'z ko'zim bilan ko'rdim. Eshitgandan ham xalqi rostdan ham beg'ubor insonlar ekan. Xursandmiz xalqidan. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yapon shahridan Musayev Ulug'bek bo'laman. Biz mana shu Obod qishloq dasturi bo'yicha shu So'x tumaniga keldik. Nihoyatda bir chiroyli joylar ekan. Xalqiga ham gap yo'q. Mehmondo'st ekan nihoyatda. Biz hozir mana shu ish jarayonida hokim buva bilan ham tanishdik. Hokim buva ham so'radi bizdan kamchiliklar bormi deganda, hech qanday bir kamchiliklar ham bo'lgani yo'q-da. Juda ham xursandmiz ishga kelganimizdan. Aytmoqchisizki, O'zbekistonning har bir go'shasi biz uchun vatan demoqchisiz. Albatta, biz O'zbekiston har bir go'shasi biz uchun, har bir qadamimiz ham biz uchun vatan muqaddas. Juda ham xursandmiz so'g'di. Vatan obodligi bizning burchimiz, birinchi o'rinda. Juda ham xursandmiz so'g'dga kelganimizdan. روز یکشنبه نیز ما در رفت کارهای آبادانی اشتراک کردیم و این معنای آن را دارد که سرعت کارهای آبادی در ناحیه هرگز قطع نگشته است و یا سست نشده است. یعنی نوابسته از کدام روز و یا قسمت شبانه روز نباشد، در ما این سرعت سست نشده است و کار هم به یک مجرای معتدل خود درآمده است. گفتن ممکن است که در ناحیه ما دایره کارهای آبادانی خیلی دامن فراخ کردند. ما دیسودا امروز در تمام گوشه کنار ریسپبلیک ما آباد محله گذران شدیم. ما در قطار هوایی در سوخ مویم آبادگری بی‌نهایت با درجه بلند تبریز سو است. ما یک دهه گپی گفته که محله رئیسش کتی عدس ما مساعد ما دیسیتون و برای آباد کردن قشلاق ما چیزی وای نه. ما دیسیتون ارزون چیز کتی ما همین چیز جوش اوردو بعضی بسیار این آبادگری همین منزل زیستی خود را اورود اساس. البته ما این آبادگری دیگه شب برآمده کوچه دیده خود موناد شهر. ما دیگه ریسپبلیک قرقیزستان گذشته دیده حواس کردیم. ما حرکت میکنیم این بلند کرده بازم این خشروخ را زیبا کرده محله ما اوون میکنیم. جماعت شهروندان محله چشمک که درآمدگاه ناحیه ما به حساب می رود امروز بسا در سیما زیبا شده است. به دو طرف راه که پایه بتنها راست کرده شده بودند، دیوارهای مخصوص یورزبار علاقه آورده وصل شد و چون میبینید این دیوارهای قطار قطار به کانون راه این محله حسین نو و سیمای نو عطا میکند. باز یک چیزی اساسی آن روز دقت ما را به خود جلب ساخت. ماشین مخصوص راهسازی به میانه راه خط مخصوص کشیده حرکت نمود که در دوام قریب نیم ساعت این خط مخصوص نشانه راه از مرکز ناحیه سرکرده تا محله چشمن رفته رسید. این کار تکنیک را دیده تمام اهل این حدود و مهمانان به ناحیه آمده هوس کردند و در دوام صحبت قید نمودند که اگر کار این طور رفتن گیرد سیمای ناحیه سوخ بسیار زیباتر و قشنگتر خواهد گشت. نگفته نماند امروز حشرچیان به ناحیه آمده آید شرایط‌های برایشان فراهم آورده نیز فکرهای خود را بیان کردند. Biz mana Farg'ona viloyatidan elektr tarmoqlaridan yetib keldik bu So'x rayoniga. O'zimizda ishlarimiz bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Qanday ishlar amalga oshirilyapti sizlar tomonidan? Endi biz tomondan asosan bu katta yo'lni bo'yini obodonlashtirilyapti-da endi. Elektr bilan bog'liq muammolar bor. Elektr bilan birga bo'lgan muammolarni bartaraf qilinyapti. So'qqa kelib, tumanga kelib xizmat qilyapmiz. Nima kamchiliklar bo'lsa bartaraf qilyapmiz. Viloyatimizda, respublikamizda qayerda shunaqa xizmatlar bo'lsa biz tayyormiz. Prezident komandasi, Prezident komandasiga ming qadar shukr, prezidentimizga rahmat. Mana shu So'x tumanida bo'layotgan, mana shu elektr tarmoqlari bo'layotgan ishlar bo'yicha hamma ishlar o'z maromida ketyapti. Aholi mehmondo'st, tog'li hudud, chiroyli dam olib, hammamizga shart-sharoitlar chiroyli yaratilgan. Biz mamnunmiz. Shunday sharoit yaratilganidan hammamiz xursandmiz. امروز از هر وقت بیشتر کارمندان اداره‌های بگس تامین کنی، اداره تامینات قوه برقی، اداره علاقه، شعبه آبادانی، ساختار ایریگاسیونی ناحیه و دیگر ساختارها مهنت کرده ایستادند. در دوام 2 روز تمام سیمچوب‌های کانال راه که در حدود جمع شهروندان محله های این حدود جای داشتند پورا گرفته شدند و چون دیده استادید جای سیمچوب های چوبین را سیمچوب های زمانوی بتونی گرفتند و جای سیم های 4 قطاره و 6 قطاره را کابل های زمانوی گرفتند. Bana من سیمیاوچی سیا کونه گرفته پرتوفتن جوش به ناو موندن
همین قشلاق آباد قشلاق دستورش نده های برای های همین استالباهوی کونه گرفته من استالباهوی نبا خدا خواه در نده یک روز دو روز زنده منتج کرده به خلق سوید میتیم هنوهی اولتر اهم نوهی ولایت های حشرچی قرب 90 کس من روز میبینم که سیم‌های کهنه گرفته شده با جوی سیم‌ها رو کابل ها میگیرن یگون افسلیت دارد من کافی وقتی که همون کابل کرده میشد همون در وقت بارونگری برفباری زیانش نیست همین در وقت مثلا بارون بردن قوه برق خاموش دیگه خاموش نمیشه چون این کابل شوخ هیچ میشه نکنادیم با این هم حضرت زمان طلبش بویچه سخت سگی پریک بویچه دستور بویچه سخت سیم هم نه من چند کیلومتر بروز میکشید روز خدا خواهد مبین 2 کیلومتر میکشم لینیا کوناش لینی نام میکشم لین قرب 90 سمیاگوچو آورده شد من قرب 90 تا با این کوناش گرفته میپرتیم جای هوای به میشنونم من با ولایت ما حکومت تشبوسش نوحه تشبوسش من ولایت باشخرما باشلقش اومگی هوا قطعی سر شده من همه که کره اجرا کرده سودی من ندارم برای همین حشرچه ها چون امروز با هر کس هم صحبت میشوید هم صحبت شما حتما عاید اعتبار و غمخواری ها سخن میکند قید میکنند که این گونه کارهای آبادانی تا این روز در این درجه کرده نشدند در ناحیه او تو حرکت کرگوه رحمتی کلام میگم من دویم همیشه شاید یرتمو تین شاید او شاید مخورتانی ولی اوز گفتید که حواس کرده هم دور مونده همیشه نبود دیگه کار که بام بدیم رحمت دیگه وطنم آباد او شده مو همه که خورتانی همین برافتی هر یک کس من ببینم که حشرچه ها دیگه راه اومده که ناحیه ها کار کرده سودی همون اومده میهمونو هم رحمان میگیم هر یک کس اوتر حسی گذاره البته خدا خواهد خدمت کنی امروز همه از گریبان سر برآورده مهنت میکنند از رئیس محله سرکرده تا کارگر عادی از رهبر اداره سرکرده تا هر یک شهروند قطاری ما در مابین محله های چماقچه و مولگون قرار داریم و در این حدود نیز امروز کارهای آبادی و آبادانی بسیار دامن فراخ کردند و چون میبینید در قفای ما مردم مهنت میکنند تا مکان اقامتشان محلهشان عائلهشان آباد باشد زیرا که آبادی مکان اقامتی محله و عائله این آبادی وطن است آبادی وطن کوچک اندر وطن بزرگ این معنی فراوانی روزگاری مردم به حساب می رود و امروز ما همه بهر همین آبادی حرکت کنیم و از گریبان سر برآورده مهنت کنیم زیرا که آبادی رمزی فراوانی های ماست همه آبادی دیده جو خرسان حکم و رحمت پرزیدنت و رحمت اینجا هیچ نشده که بود اما 2 سال 3 سال انا او احوالش انا همه نیست اینا یک چند کس مراجعه کسی همه میبیاد انا میشد من میشد گفتیم هیچ وای نیست حرکتش نه بیچاره ها همینجا محل چماقچه رفته که تیبیاد جو اوزور کشتوست همه یا حرکتی تو میپرسم البته ما روزی هم میکنیم متصدق هوا امید میکنیم که همه معمایش می حل کنیم روزی در قطار این کارهای آبادانی بعضی معماها نیز جا دارند که حل آنها از ما حرکت های حتمی را میخواهند هر کس میخواهد که محلش آباد باشد هر کس نیت میکند که مشکلات تامینات آب در حدود اقامتیش حل گردد امروز رفتی کارهای آبادانی در دیگر حدودهای ناحیه نیز بسیار اوج گرفتند همین محله مونده آباد شو ناقص یکمین آخر پرزیدنت مو من خلق مو زندگیشو ناقص میشوس من آینده من حمقه و دیگری شود حمقه برکه خیر زود میشه این همش یک درباره همین راهنمای پرزیدنت مو برای خلق با حمقه شرایط ناز کرده دوستان من خلقم او دیگری خوشم من در کوچوشن توزه کرسیان من جوهشن لاتو کرسیان من دیولوی که همین زده کوچه برام آگه بود خودشون بابای خوشون گرفته کرسیان هم یک جویش هم جهتشه یک وای تنو یک جویش کار کنن او دیگری ناز میشه در دوام یک چند روز نوار برداری در دل ما حسی هوس خیلی بلند گردید چون که توسط کار و مهنت حلال و خیر و نیک سوخ عزیز آباد میگردد در برابر هوس متاسفانه در قلب‌های ما نسبت بعضی از همدیاران نفرت نیز پیدا شد به معنای تامش نفرت از چه باشد امروز بعضی از همدیاران ما به تماشابین تئاتر هوای گشاد تبدیل یافتند در حدیث آمده است که تازگی خانه و جای مکان زیست و مسکن استقامتی وظیفه صاحب خانه به حساب می رود
اگر به حسن خانه بها دادنی شود، پیش از همه به تازگی و آزادگی همان جای نظر کنید. امروز افسوس که در نهاد خلق ما بعضی آلودگی ها، بعضی باقی ماندگی ها سخت جای گرفته است. به تعبیر بعضی ها تازه کردن حدود، تازه و آزاده کردن محله روید که تازه و آزاده و زیبا کردن در کوچه صحنه، در کوچه آدمان به ذمه معاش گیرندگان است. یعنی به تعبیر خودمان گویم تازه کردن در کوچه ما وظیفه آیلک خرام بوده است. حتی در بعضی محل ها همین خیل گپ ها پیدا شدند. کی حشرچیانی از ناحیه‌های ولایتمان آمده در کوچه ما را تازه کرده می‌دهند. ما در اصل نواربرداری همین حالت را دیدیم که بعضی از آدمانی کلانسال و بزرگسال حتی این کارهای ما را دیده تمسخر می‌زدند و حتی با نگاه مسخره آموز نگاه می‌کردند. حالان که حشرچیان فرغانگی امروز به تازه و آزاده کردن ناحیه بند هستند. حالان که مهمانان به جای ما مهنت می‌کنند. نخواهد ما در قطار آر و ناموس و بردمان حسیات انسانی خود را نیز گم کرده باشیم. کجا شدن سربلندی و افتخار و غرور ما؟ آخر به ما پستی نمیزیبید کو؟ یا اکنون زیبنده شده ماند؟ سوخ همچون جزئی جداناپذیر ازبکستان صاحب استقلال مرز بابایی زمین پرارزشی پدران ماست. آبادی سوخ به ذمه ماست. آزادگی سوخ وظیفه هر یک ماست. اگر این وظیفه را ما از صدق دل با مردانگی اجرا میکردیم نوران علی نور میشد. کاری حل کردن راه و سرحد با رسولیک همسایه کاری حکومت است، نه کاری ما. کاری ما آباد کردن، تازه و آزاده کردن ناحیه و نشان دادن این آزادگی و آبادی به تمام اهل رسپوبلیکا. اگر ما همین وظیفه اساسی خود را اجرا کنیم، باور کنید همدران عزیز، تمام مشکلاتمان حل خواهد شد. زیرا سوخ دائما و پیوسته تحت اعتبار پرزیدنت مملکت بود و هست و خواهد ماند. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سوخ در استودیو با شما جهانگرد صابر. در شعور سودیه عدالت، در زبانش حقیقت، در دلش باید پاکی حکمران باشد. در ضمیر این سخنان پرزیدنت شوکت میرزیایف جهان معنی می‌خوابد. موضوع را در همین خصوص دوام می‌دهیم. در حقیقت سالهای آخر در مملکت ما تامین آزادی حاکمیت سود و حمایه باورناک آزادی و حقوق شهروندان، افزودن درجه جریان عادلانه سود، اصلاح نمودن این ساختار به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافت. فعالیت پیشتری سودیه ها سخت زیر تنقید گرفته شد و بعد اصلاح نمودن تماما یک ساختار نو، ساختاری که عادلانه برای منفعت مردم خدمت می‌کند به وجود آمد. اکنون سودیه ها از پایتخت و مرکز ولایت به دوردسترین دهات ها آمده اهالی را قبول می کنند و درد و مشکلی های آنها را می شنوند و برای برطرف نمودن مشکلات آنان در دایره قانون کوشش زیاد به خرج می دهند. دیروز به ناحیه تحت رهبری معاون رئیس سود عالی رسپوبلیکا خالمومین یادگارف سود شهروندی، اقتصادی، مأموری و جنایی آمدند و اهالی را در مکتب صنعت و موسیقی قبول کردند. پیش از قبول در تالار بینای مذکور واخوری به وقوع پیوست و در آن معاون رئیس سود عالی عاید گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی اظهار اندیشه کرد. قید نمود که با تشبث رهبر دولت ساختار مذکور اصلاح کرده شد و در این سمت برای شهروندان قلعه‌های زیاد فراهم آورده شدند. پس آن 8 نفر شخصانی که خطا کردند و به مدت شرطنامه‌ای محروم از آزادی گشتند سفید کرده شده، مدت شرطنامه‌شان بهکار کرده شد. پرزیدنت ما رحمت مویا مدت پیشتر آزاد کردن. البته در زندگی هر کس خطا میکند، این خطاگی خود رو هم فهمیدیم، دیگه این خطاگی رو نمیتیم. رحمت و پرزیدنتمون مینداریم. بعد آن هر یک مراجعت کننده را معاون رئیس سود عالی و سودهای شهروندی و مأموری، جنایی و اقتصادی قبول نموده برای برطرف نمودن معمای آنها در دایره قانون کوشش کردند. برخی از معماها در جایش برطرف گردید. برای حل بعضی معماها مصلحت داده شد و آن مشکل‌هایی که در میقیاس رسولیک حل کرده میشوند در اساس عریضه مراجعت کننده به رهبریت ارسال کرده شدند. Mana bugun So'x tumanida Oliy sud rahbariyati hamda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi, Farg'ona viloyat ma'muriy sudi, iqtisodiy sud hamda
fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda raislarning sayyor qabul o'tkazilyapti. Bundan asosiy maqsad mana bu viloyatimizda chekka tumani bo'lmish So'x tumanida shu odamlarning muammolarini o'rganish. Anchadan beri yechimini topmasdan kelayotgan muammolarni o'rganib, ularga amaliy yordam berish, ularning muammolarini hal qilish asosiy maqsad hisoblanadi bu sayyor qabuldan. Hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlar, hamma odamlar kirib muammolarini aytishyapti, ularga joyida hal qilinyapti yoki bo'lmasa o'sha tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilib, ularning muammosini hal qilishga harakat qilyapti. Men o'ylaymanki, bu sayyor qabullardan fuqarolar o'ziga muammolar yechimini topib, o'zlariga kerakli nimalarni olishyapti deb o'ylayman. Bugun 22-iyun kuni shunaqa xabarnoma bo'ldiki, Respublika Oliy sudidan So'x tumaniga tashrif buyurishibdi. Ko'p fuqarolarda ishlarini, shaxsiy ishlari, oilaviy ishlar, muammoli masalalar yuzasidan respublika miqyosidagi, viloyat miqyosidagi sudyalar, mutaxassislar bilan kelishib, shu So'x xalqiga yengillik, muammoli joylarda qonuniy hal qilishga shu suhbat jarayonida bildikki, shu qonun ustuvorligi nuqtai nazarida shu masalalar hal bo'lar ekan. Biz juda minnatdormiz. مقصد اساسی بارها گفته ایم و باز میگوییم که آسان نمودن مشکل اهالی و میتوان گفت که امروزها غایه انسان پرورانه رهبری دولت خلق برای اداره های دولتی نه، اداره های دولتی برای خلق خدمت میکنند به عمل ثمرناک تطبیق میگردد. از همه مهمش تشکیل چنین قبول های سیار در برطرف نمودن مشکل های مردم اهمیت مهم کسب میکند. بارها گفته ایم و باز میگوییم که تمام اصلاحات و کارهای به عمل آمده ایستاده در کشور ما فقط و فقط به منفعت مردم نگرانده شده است. زیرا مقصد اساسی سیاست کنونی ما بخناک، خوشبخت زندگی کردن مردم گوناگون ملت این کشور حقوق بنیاد می باشد. ادامه موضوع در لوحه نوبتی ما. واقعا در سرزمین آفتابی ما منفعت مردم در مد اول می ایستد. اصلاحات و کارهای بنیادکاری که تحت رهبری پرزیدنت کشور سالهای آخر به عمل تطبیق می گردند برای منفعت اهالی این کشور نگرانده شده است. با قرار و فرمانهای رهبری دولت و حکومت اینچنین در اساس دستورهای حیات بخش برای مردم این وطن عزیز امکانیت و شرایطهای زیاد فراهم آورده می شوند. مقصد اساسی تامین فراوانی مردم می باشد. کردیت امتیازناک برای آنهای داده می شود که مقصدناک از روی ترتیب و قواعد نظام دستور کار می برند. از ولایت تامیناتچیانی که با بانک خلقی ناحیه شرطنامه کردند مال میده یعنی گوسفند آورده به عوض کردیت امتیازناک به اهالی تقسیم کرده ایستادند که از این هم بانک هم تامیناتچی و از همه مهمش خلق منفعت دار است. Davlatimiz rahbarining hududlarda aholi tadbirkorlikni keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari bo'yicha joriy yilda So'x tumanida qizg'in ishlar olib borilmoqda. Jumladan Xalq banki tomonidan So'x tumanida 171 fuqaroga 3.600 million so'm miqdorida imtiyozli kredit mablag'i ajratildi va bugungi kunga qadar bugungi kunda 29 ta fuqaroga ta'minotchi tomonidan 133 million so'mlik qo'ylar tarqatildi. Ushbu imtiyozli kreditni berishdan asosiy maqsad aholini ish bilan ta'minlash va ularni bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishdan iborat. در حقیقت به عوض کردیت های امتیازناک فعالیت تدبیرکاری اولیوی در کشور خیلی رواج می‌یابد و در نتیجه طرف معمای بیکاری حل خود را می‌یابد. زیرا در ولایت فرغانه طوری که در ویدیو سلکت رهبر دولت قید نمود 500,000 نفر از نبودن جای کاری دائمی به خارج رفتند، یعنی 500,000 اهالی از ما ناراضی، گفت پرزیدنت. میتوان گفت که قبول چنین دستورها تشکیل تدبیرکاری اولیوی در گرفتن پیش راهی به خارج رفتن اهالی عامل مهم می‌گردد. مورد اعتراف است که سالهای آخر اعتبار به نسل جوان به درجه بلندترین سیاست دولت تبدیل یافت، زیرا آینده مملکت به جوانان امروزه وابستگی قوی دارد. بهر بلند برداشتن مدنیت، دانش جوانان وقتی خالگی آنها را مضمونناک گذرانیدن در تمام مقیاس
ازبکستان آفتابی کارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند. حالا در همین خصوص نقل می‌کنیم. 30 ایون روز جوانان و تشکیلیابی تشکیلات اتفاق جوانان میباشد و به همین مناسبت ماه ایون ماهانه جوانان اعلان گردیده در شهر و ناحیه‌های دوردست در اساس قرار و دستورهای دخلدار کارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند. قریب یک ماه است که در باغ مدنیت و استراحتی ناحیه دستورهای کنسرتی مسابقه‌های ورزشی شده می‌گذرند. مقصد اساسی مضمون‌ها گذرانیدن وقت خالگی جوانان و به این منوال گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی بین آنها میباشد. هر کون استراحت باغدا bayram bo'lyapti. Biza xursand, biza yoshlar ittifoqi nomiga rahmat. Prezidentimizga rahmat bizga shuncha sharoit yaratib berganlari uchun. Men bugun va nihoyat xursandman, juda xursandman. در حقیقت اعتبار به نسل جوان در مملکت ما به درجه اهمیت دولتی اعتراف گردیده است و به تعلیم و تربیت اعتبار جدی ظاهر می‌گردد، زیرا نسل جوان دوام دهنده کار امروزیان و آینده این کشور حقوق بنیاد میباشند. برای برطرف نمودن معماهای جوانان در مکتب موسیقی و صنعت واخوری حاکم و جوانان شده گذشت و در آن یک چند جوانان اقتدارناک تقدیرانیده شدند. این چنین سوال و جواب کرده شد. بعد آن مسابقه از روی ماراتن تشکیل کرده شد و در آن جوانان از هر محله اشتراک کرده بهر به دست آوردن غالبیت کوشش کردند. بعد انجام مسابقه غالبان معین کرده شده با مکافات‌های مخصوص تقدیرانیده شدند. این بود بخش اخبار تلویزیون سوخ که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین روز که نوکک در ناحیه‌مان رخ دادن شناس گشتید. در همین جا به بخش اخبار حسنی انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ میمانید.